سلام بچه ها، من ایلیا هستم. خوش اومدیم به یه ویدیو دیگر از کانال ایلیا اسپورت. امروز میخوایم ترکیب فصل آینده پرسپولیس رو پیش بینی کنیم. ورودی های پرسپولیس: بیفوما، فخریان، شکاری و نیازمند خریدشون قطعی شده و عارف آقاسی خرید احتمالی قرمز هاست. خروجی های پرسپولیس: گولسیانی خروجش قطعی است. عالیشاه، گندوز، ریگی، صادقی و مهری که عالیشاه با بالا رفتن سنش دیگه جای تو ترکیب نداره. گندوزم که با اومدن نیازمند. ترکیب فصل آینده پرسپولیس: نیازمند درون دروازه که تصمیم اول آخر اسماعیل کارتار خواهد بود با رفتن گندوز. ایوب الامرو در این پست گذاشتم چون فعلا دفاع راست خوبی به پرسپولیس لینک نشده و اگه همینجور ادامه پیدا کنه ایوب باید دوباره توی این پیرن قرمز ها ببینیمش. ایوب بازیکن بدی نیست ولی بازیکن تاپ لولی هم نیست. به نظر من ایوب الامرو اول فصل جلوی بازی با تراکتور رو فکر کنم آلومینیوم نمایش خوبی رو به نمایش گذاشت، ولی در ادامه به خاطر مصونیت های زیاد و پی در پیش باعث شد بازیش مقدار زیادی افت کنه. خب کنانی هم که دفاع وسط قطعی پرسپولیس واسه فصل بعده. آقاسی هم گفتیم اگه خریدش اتفاق بیفته 100% کنار کنانی زوج خیلی خوبی رو تشکیل میدن و میلاد محمدی هم مثل نیازمند تصمیم اول آخر کارتال تو این پسته. پست هافبک های مرکزی یکیش که قطعا سروشه، اون یکی دست اسماعیل کارتال خیلی بازه. محمد خدابندلو هست، یکی از استعدادهای خوب پرسپولیس دیگه. سرلک هست، فخریان هست دیگه، رضا شکاری هست و چند تا بازیکن دیگه هم حتی هستن که میتونن توی این پست بازی کنن. ولی من امین کاظمیان انتخاب کردم چون هم سبک بازی خیلی زیبا و دلنوازی داره، هم تجربهش بیشتر از محمد خدابندلوه. قطعا خدابندلو استعداد بیشتری از کاظمیان داره، ولی رو حساب این که پرسپولیس شاید به بازیکن‌های با تجربه نه که کمی دارای تجربه باشه بیشتر نیاز داشته باشه. و یکی از وینگرها که 100% باید استونورونوف باشه. اون یکی هم بیفوما خرید هوشمندانه بود چون هم میتونه تو پست مهاجم نوک بازی کنه، هم وینگر و CAM و به نظر منم کنار اورونوف میتونن زوج خیلی خوبی رو تشکیل بدن. سردار دورسون، علی پورم که تنها مهاجمای تاپ پرسپولیس هستن و پرسپولیس جز سردار دورسون و علی پور خیلی مهاجم تاپ لولی نداره. عیسی هست ولی عیسی تو این چند فصل اخیر خیلی افت داشته، مخصوصا هم فصل پیشین. خب بچه ها به پایان این ویدیو رسیدیم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و تا یه ویدیو دیگر بدرود. راستی اگه خواستین این ویدیو رو برای استقلالش هم درست کنین حتما تو این کامنت ها بنویسید.